دلیل وفات خانم نغمه هنرمند مشهور و محبوب افغان چی بوده است؟ گفتنی های تازه خانواده نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. این هنرمند مطرح افغان در کدام کشور زندگی می کرد، مصروف چه کاروباری بوده است و گفتنی های تازه خانواده نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. نغمه شور و دیگر کنسرتی برای علاقمندانش برگزار نمی‌کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور و محبوب افغان علاقمندان و دوستداران خاصی داشته است. این هنرمند مطرح و محبوب افغان در کشور امریکا زندگی میکرد. در سن طفولیت به کابل برگشت و در ولایت زیبای کابل نغمه بزرگ شده است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش می برد. تا کنون آهنگ‌های بیشماری دارد. آهنگ‌های نغمه تا کنون ماندگار در دلها و اذهان مردم افغانستان است. نغمه هنرمند محبوب و مطرح افغان در سن نوجوانی با منگل ازدواج کرد و ثمره ازدواجش 5 فرزند می باشد. فرزندان نغمه در کشور بزرگ شده است. نغمه در سال 2006 از منگل جدا شد و رهسپار کشور امریکا شد. در آن سال در کشور امریکا باری دیگر ازدواج کرد ولی از ازدواج دومش فرزندی نداشته است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد و مثلا کنسرت های در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می کند. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه در کشور امریکا وفات کرده است و دلیل وفات نغمه سکته مغزی می باشد. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، اما ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. صحت کامل برای بانو نغمه با جمع هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید توی کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.